سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. من مهسا طبایی هستم، مدیر و مؤسس استودیو دیلانس. در این ویدیو مجدد قراره در مورد چاپ سیلک براتون صحبت بکنیم. تو ویدیوی قبلی کامل بهتون توضیح دادیم که ما چه طرح‌هایی رو برای چاپ سیلک میتونیم استفاده بکنیم و چه طرح‌های قابلیت در واقع چاپ شدن روی کلیشه رو دارن که اگر ویدیوی قبلی رو ندیدین پیشنهاد میکنم که ویدیوی قبلی رو ببینین چون خیلی به کارتون میاد. خب ما الان از این بخش میخوایم بگذریم چون که تو ویدیوی قبلی توضیح دادیم از چه طرح‌هایی میتونیم استفاده بکنیم. یکی از سوالات پرتکرار شما از ما این هستش که آیا با اون کلیشه چاپ سیلک ما میتونیم در واقع روی پارچه، روی تیشرت یا روی چوب چاپ بزنیم؟ و به طور مثال حتی اگر بعضی از هنرمندان کالیگرافی انجام میدن میتونن حتی همون خط خودشونو با استفاده از چاپ سیلک روی بوم بندازن. در ویدیوهای وایرال شده توی پیجمون ما همیشه نحوه چاپ مستقیم و غیر مستقیم چاپ سیلک رو بهتون نشون دادیم، ولی توی این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که با استفاده از همین کلیشه چطور میتونیم روی پارچه چاپ بزنیم. ما برای چاپ روی ظروف از همون رنگ‌های مخصوص سرامیک استفاده میکنیم که باید در کوره پخته بشن و لعاب زده بشن. اما برای در واقع چاپ روی متریال‌های دیگه باید از رنگ‌های مناسب همون استفاده بکنیم. به طور مثال ما برای چاپ روی پارچه از رنگ‌های مخصوص سرامیک دیگه استفاده نمی‌کنیم. از رنگ‌های پارچه میتونیم استفاده بکنیم که حالا هم میتونن اکریلیک باشه که خیلی کیفیت مناسبی ندارن یا رنگ‌های جایگزین دیگه که بتونن قابل شستشو باشن و کیفیت بهتری داشته باشن. من در اینجا دو تا کلیشه مختلف رو آوردم براتون و میخوام روی یه دونه توت بگ چاپ بزنم و شما ببینید. خب دوستان، من اینجا میخوام این طرحی که روی کلیشمون چاپ کردم براتون چاپ بزنم. بهتره وقتی که میخوایم روی پارچه چاپ بزنیم یه کاغذ پشت کارمون بذاریم که برای محض احتیاج جلوی پخش رنگ رو بگیره. من یک کاغذ قسمت زیری کارم میذارم و این طرحی هستش که من میخوام در واقع روی پارچه‌ام چاپ بکنم که شما میتونین از هر طرحی، اگه لوگوتونه طرحی هستش که خودتون طراحی کردین یا اگر کالیگرافی انجام دادین، هر طرحی که هست میتونین روی پارچه چاپ بزنین. ما اینجا برای چاپ از روش مستقیم استفاده میکنیم چون که سطح کارم تخت هستش و کلیشه مستقیم روی اون قرار میگیره. اما اگر سطح ما در واقع فرو رفته باشه یا سطح ما برجسته باشه، ما از چاپ غیر مستقیم استفاده میکنیم که از چاپ غیر مستقیم برای روی ظروف بیشتر استفاده میکنیم. حالا من قسمت وسط پارچم رو تقریبی مشخص میکنم. مثلا من این قسمت میخوام که طرحم بیفته، جاشو مشخص میکنم، طرحم رو میذارم و از رنگمون استفاده میکنیم. رنگمون رو روی کلیشه میذاریم. اگه میخوایم کاردک رو بکشیم روی کلیشه باید با یه دستمون کلیشه رو محکم نگه داریم که وقتی که داریم کاردک رو میکشیم رنگ ما همراه با در واقع کلیشه حرکت نکنه چون که جزئیات کارمون از بین میره. اگر یه دستی سختتونه میتونین از یه نفر خواهش بکنین که بهتون کمک بکنه. من الان با این دستم کلیشه رو ثابت و محکم نگه میدارم، کاردک رو میذارم و تلاش میکنم با یک بار رنگ رو پخش بکنم. لطفاً کار یک بار انجام بدید چون اگر چند مرتبه این کار رو انجام بدین پخش رنگتون روی کار انقدر زیاد میشه که باز مجدد جزئیات کارمون از بین میره. آروم شروع میکنم کلیشه رو برمیدارم و وقتی هم که کلیشه رو میخوام بردارم حرکتش نمیدم که رنگایی که روش هست پخش بشه. طرح ما روی پارچه افتاد که شما میتونین از هر طرحی که دوست دارین استفاده بکنین. بهتر هستش که بعد از چندین ساعت
یه اتوکشی خیلی سبکی روی کار انجام بدیم که کاملا قابل شستشو بشه. اینجا مشاهده میکنیم که با همین کلیشه‌ای که ما داریم هم تونستیم روی پارچه چاپ بزنیم، هم میتونیم در واقع روی بوم چاپ بزنیم، هم میتونیم روی ظرف و ظروف چاپ بزنیم و متریال‌های مختلف، اما هر کدوم رنگ و روان کننده مناسب خودشونو میخوان. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر دوست دارین ویدیوهای بیشتری رو ببینیم میتونید پیج ما رو دنبال بکنیم و ورکشاپ چاپ سیلک دائما در استودیوی ما برگزار میشه که اگر علاقه‌مند بودین دایرکت بهمون پیام بدین و خوشحال میشیم که نظراتتون رو برامون بنویسین. روز خوبی داشته باشین. ممنون. خدا نگهدار.